شناخته پهلوان شناخته جمهوری ازبکستان من گفتم ما میگم برادرها محسن پهلوان شهرت از تاجیکستان از همین شهر ایشان دهی توده رو وقتی این آرامی های کشف و کشوهای مملکت بود این مملکت برآمد دوستیمان از تاجیک آباد از برادر توی یک جایی دنبال شدی بوده یک تا ازبک زبان باشه این تاجیک آباد ازبک زبان نیست همین که برادر ما از جمهوری ازبکستان وقتی این کمی دیگر برادر فارسی سرحد نداره برادر وقتی این کس سالمان پدر علیزاده از بکوشی شرمان محسن شد محسن پهلوان جمهوری ازبکستان فردوس پهلوان شناخته جمهوری تاجیکستان فردوس بچه یاشای برادرها لیکن غروری تاجیکی دارد غرور بچگی تاجیکی دارد شعر تاجیکی است یک دست بودی شرازی بانوی اصل صد سامان دیگه اینان به این تقریب در حساب اویلی کرد در حساب مزد مهنت داشت آمین خب وقتی بالام رو آمین اکبر داور برا داری سعید افکنی آمین سعید عبدالکلام عبدالغفور بیرخواه اگه سعید و چیریه بگردن گیریده
ولی فرما گوشتین ملی گوشتینی باری اول در تاریخ دولت‌مردی ترکیستان لباس یگانه گوشتین تاریخی برادرها باید استفاده دارم. من همین خورشید مجید پوشیدگی همین لباس گوشتین ملی گوشتینی است. خدا خواهد در گوشتین‌های آینده ما با تمام پهلوان‌های تاجیکستان با همین خرد میدانداری میکنیم.
فردوس نسیمov رحمتی خدا